عرض سلام و درود، ادب و احترام به همه شما بینندگان ارجمند برنامه‌های تلویزیونی سفینه. برنامه نوبتی شاهکارها در ادبیات منظور شماست. برخی از تماشابینان عزیزی ما خواهش کردند که درباره برخی از افرادی سرشناس که امروز در سرتاسر جهان نام آنها آشناست درباره آنها نیز برنامه کنیم و ما تصمیم گرفتیم در برنامه امروزه راجع به زندگی نامه و آثار نفری که آثار او را هم ادبیات شناسان هم منقدان و هم تاریخ شناسان و حقوق‌شناسان و قشر فعال جامعه آثار او را مطالعه میکنند، یعنی دیل کارنگی برایتان معلومات دهیم. خوشبختانه امروز از آثار این فیلسوف روانشناس و نویسنده جهانی دو کتاب به زبان تاجیکی ترجمه و نشر گردیدند و امروز دسترسی وسیع خواننده قرار دارند و این هم باشد کتاب چطور تشویش و هیجان را پشت سر کنیم تا حیاتمان آرام و شاد گذرد که امروز دسترسی وسیع خوانندگان قرار دارد و دوم کتاب بسیار مشهور و خواندنی او که فکر میکنم بسیاری ها کتاب او را به زبان‌های مختلف مطالعه کردن، آیین دوستیابی نیز و زبان تاجیکی نشر گردیده است و امروز دسترسی وسیع خواننده قرار دارد و مطالعه این دو کتاب از منفیت البته خالی نیست و ما آید این دو کتابی او میخواهیم برای شما معلومات دهیم. دیل کارنگی کیست؟ جواب این سوال دشوار نیست. کارنگی سالهای 1888 و 1955 زندگی کرده است. پیش از همه فیلسوف و شخصیت جهانی است. او دانشمند، روانشناس و استاد ممتاز اخلاق عملی و علمی پرورش معاصر است. فعالیتش از سالهای 20 عصر ما آغاز گشته تا نیمه سالهای 50 ثمرناک دوام کرد. کارنگی در زندگی شخصی عادی و زحمتکش بود. در دهه دوردستی ولایت میسوری آمریکا پا بر سر هستی گذاشت. فرزند دهقان بود. در ابتدای عمر مثل اکثر جوانان ده اسب سوار به مکتب می رفت. همدرسانش فرزندان ثروتمندان همواره او را مسخره می کردند. او جوان شرمگین و مردم گریز بود. بناهن آثار خود را ثمره مشقت‌های زندگی شخصی خود می حسابد. با کمبغلی و تنگدستی مبارزه کرد. با شرمگینی و مردم گریزی دست به گریبان شد. با تفاوت‌های صنفی و طبقاتی پیکار نمود. در همین این جبهه‌ها غلبه به دست آورد. عاقبت علم و فرهنگ جهان به دو کامیابی نائل گردید. یک شخصیت فیلسوف با نام دیل کارنگی به دنیا آمد و دیگری مؤسسه علوم جهانی با نام انستیتوت کارنگی دایر به علاقه‌های انسانی تأسیس یافت. انستیتوت کارنگی در 115 دولت جهان شعبه ها دارد و چندین سال می شود که مردم دنیا از این نعمت معنوی کامیابند. کارنگی آثاری کم شمار ولی از باب صفت و معانی خیلی پرمغز ایجاد کرده است. اثرهای او از این قرارند: آیین دوستیابی و رمز نفوذ در مردم، آیین زندگی چطور تشویش و نگرانی را از خود دور کنیم، علم سخنوری، چطور با مردم معاشرت کنیم، چطور مال و ثروت، خوشبختی و سروری را به دست آوریم. چی باعث شد که کارنگی اینقدر محبوب گردد؟ زیرا فلسفی کارنگی چون خودش بارها اعتراف کرده است عادی و عاموی است. کارنگی پیش خود مقصد گذاشته بود که مردمی به سرحد جنون و دیوانگی رسیده عصر 20 را از حکمت نیاگانش هشدار دهد. وقتی از او میپرسیدند که این عقیده های نو و بیک را چطور کشف کردی، در جواب میگفت که این عقیده ها را طی 35 سال گذشته ناشران آمریکایی بیش از 5 میلیون کتاب مختلف چاپ و منتشر کردند و بسیاری از آنها کسل کننده بود و از آن میان بسیاری نیز موجب نگرانی و ضرری ناشران میگردید. این که متذکر شدم مقدار بسیاری از این جهت است که یکی از بزرگترین ناشران کتاب در آمریکا اخیراً محرمانه به من میگفت که بعد از 75 سال تجربه در این کار مقداری از سرمایه خود را به سر 7-8 کتاب‌هایی که منتشر می‌سازد از دست می‌دهد. پس چرا من خود را به نوشتن کتاب دیگری واداشتم و چگونه می‌توانم خود را دلخوش سازم که شما زحمت خواندن آن کتاب را قبولدار می‌شوید؟ سعی هم کردم تا در مقابل این دو سوال جواب یقین و کامل بدهم. از سال 1912 تا کنون من در نیویورک به تدریس اشغال دارم و در صنف‌هایی که برای تکمیل مسائل علمی بازرگانان، هنرپیشگان و پیشاوران و مدیران هر نوع شرکتی که تأسیس یافته تدریس می‌نمایم. در آغاز کوشش من بسیار کم و مختصر بود و محدود به این بود که
با شاگردان خود دانش و طریقه سخنوری را یاد دهم و یا از عبارت دیگر آنها را در این هنر ورزش و مشق دهم تا مقصدها و هدف خود را آشکارا و با قدرت و توانایی بیشتری چی در مذاکرات بازرگانی و چی در جماعت‌های عمومی اظهار نمایند. متاسفانه هر اندازه بر تجربه های من افسوده می‌گشت درک می‌کردم که هرچند این شاگردان نیازمند قانون‌های سخنوری هستند، لیک در آغاز محتاج دانشی هستند که به ترتیب پرارزش‌تر و سودمندتر از علم معانی و بیان می باشد. منظور روانشناسی علمی است، یعنی فنی بی‌نظیری که روابط و الفت و انس به پایان آدمی را در اجتماع، در بازرگانی، در مسائل‌های احساسی و غیره هم نوعان خود دلپذیر و پرفایده نمایند. صرف نظر از این، موضوع من خود نیاز فوق‌العاده به آموختن و فرا گرفتن این فن داشتم و چون امروز با آن روزگاری طی شده می‌نگرم و اندیشه می‌کنم درک می‌نمایم که تا چه حد نیازمند ظرافت و مهارت در معاشرت بودم. اگر آن روز کسی کتاب اینچنین در اختیارم می‌گذاشت برای من چه نعمتی بود، زیرا قدرت اداره کردن مردم و تأثیر در ایشان برای کسانی که در جمعیت زندگی می‌کند بسیار لازم و ضروری است. حالا دارایی هر مقامی که می‌خواهند باشند، حسابدار، معمار، پزشک، مهندس همان قدر با این هنر نیازمند است که بازرگان یا مغازه‌دار و چه سرمایه‌دار به محصولات. کاوش‌ها و رسیدگی‌هایی که با کمک مؤسسه کرنگی چند سال قبل صورت گرفت، موضوعی بسیار مهم و پرارزشی را آشکارا نمود و معلوم شد حتی در کارها و پیشه‌هایی که خالصاً علمی است، نظری مهندسی 15% موجب پیشرفت و موفقیت ایشان معلومات فنی بوده و 85% شخصیت و جذابیت آنان مربوط پیوند بهتر است که در ایجاد شوق و رغبت در دیگران به خرج می‌دهد. سالهای دور و دراز تعلیم اتحادیه مهندسی در نیویورک و فیلادلفیا با من بود و در حدود 1500 مهندس و صنفای من فارغ التحصیل شدند. چرا این عده در صنفای درسی من حاضر می‌گشتند؟ بدین سبب که باید از سالهای تجربه دریافته بودند که بهترین مشغولیت و عالی‌ترین مقامات نصیب آن کسی نمی شود که در فن خود بهتر اختصاص پیدا کرده است. کسانی که تنها در رشته خود متخصص هستند در بازار و خیابان بسیارند و با پرداخت 25 یا 30 دلار در هفته آنها را می توان به کار واداشت، اما که هم از اختصاص خود آگاه و هم قادر به نفوذ کردن در همکاران خود باشد، چون این شخص مقامش از دیگران بالاتر و زندگی پرزورتر و سعادتمندتر است. اگر به خاطر آوریم، جان راکفلر در انجام مقصدهای خود بسیار خوب پیشرفت نمود در ایامی که فعالیت او و آخرین درجه شدت و پیروزی او در کارهای شگفت آور بود و یکی از دوستانش چنین گفت: اشخاصی که استعداد عقلی اداره کردن و راه بردن مردم را دارند قدرتی هستند که من در بهای آن آمادم تا هر چی مایلند به آنها بپردازم. شاید فکر میکنیم که تمام آموزشگاه‌های آمریکا سعی می‌نمایند تا به وسیله تعلیمات گرانبها و پرارزش خود استعدادهای نهفته در شاگردان را بست، انکشاف و توسعه بدهند، ولی من تا کنون صنف دوره علمی که قابل مسئله ها را بیاموزد ندیدم. دانشگاه چیکاگو و اتحادیه‌های مکتب‌های جوانان امریکایی و اتحادیه امریکایی برای آموزش جوانان در سراسر امریکا تحقیق نمودند تا ببینند جوانان در حقیقت با آموختن چه چیز بیشتر شوقمند هستند. این کاوش 2 سال ادامه یافت و صرفیات به مبلغ 25,000 دلار خرج شد و در شهرستان موریدن که شهر است نمونه و کاملا امریکایی انجام یافت. پرسشنامه عبارت از 166 سوال پهن نمودند و از هر یکی از اهالی خواستند تا پاسخهای آنها را بنویسند. مثلا رشته بازرگانی و کسب شما چیست؟ معلومات شما تا چه اندازه است؟ وقتی فراغت را چگونه به سر میبرید؟ درآمد شما چقدر است؟ به چه نوع استراحت علاقه‌مندید؟ چه آرزویی دارید؟ نگرانی شما درباره چیست؟ چه نوع موضوعی مسائل مطالعه‌اش توجه شما را برانگیخته و به خود جلب می‌نماید؟ با این پرسش‌ها معلوم شد که انسان بیش از هر چیز به سلامتی وجودی خود پایبند است و بعد از آن تنها موضوعی که مورد توجه اوست علاقه و روابط است که به دیگران دارد و طریقی است که با آن بتواند بهتر از مقصدها و کارهای مردم آگاه شده با آنها موافقت حاصل نماید و محبت و علاقه ایشان را به خود جلب ساخته و در وجود آنها راه یافته تأثیر کند. هیئت مدیره این اتحادیه جوینده به قرار آمد که برای جوانان شهر
مریدند صنف جهتی تدریسی آموزشی دانشی مورد نظرشان باز کند. برای این منظور بران شد تا کتاب درباره روانشناسی عملی بیابد، اما حتی یک کتاب هم در این مورد پیدا نشد. پس با پروفسور هری که از مشهوران علم آموزش و پرورش است مشورت نمود که آیا کتابی که به عنوان فن تاثیر نمودن در رفتار و اعمال مردمان نوشته است برای انجام این هدف مفید واقع خواهد شد. و پاسخ داد خیر، من از آنچه شما را می‌خواهید و می‌طلبید آگاهم. کتاب من شاید بیش از نوشته‌های دیگر شما را به مقصد نزدیک سازد، ولی باز آن کتابی نیست که شما خواهانش هستید و چون این کتاب هنوز نوشته نشده است. این همه را آموخته دیل کارنگی روی آورد به نوشتن آثار موتیواسیونی و گران ارزش که یکی از این کتاب‌ها آیین دوستیابی می باشد که خوشبختانه به زبان تاجیکی ترجمه نشر و دسترس خواننده گردیده است. همچون یکی از کتاب‌های بسیار مشهوری او که حتی بر این باورند که مبالغه نمی شود کسی این کتاب رو بخونه از همه گونه تشویش و اضطراب رها می‌یابد، حیاتش به نظم و ترتیب می‌آید و او پر امکان دارد رول و موقعیتش را در جامعه مستحکم نماید، آبرو و اعتبار پیدا کند. این کتاب چطور تشویش و هیجان را پشت سر کنیم تا حیاتمان شاد و آرام گذرد از دیل کارنگی می باشد که این کتاب هم خوشبختانه به زبان تاجیکی نشر شد و این کتاب شخص را آرام و ملایم می سازد، زندگی را برای او شیرین و آسان می کند و او به دیگران خلل نرسانیده بلکه نفع بخشیده عمر به سر خواهد برد. این کتاب محبت را افزون، مهربانی را فراوان و صداقت و انسان دوستی را تقویت می بخشد. بخل و حسد و غضب و نفرت را بیرون می کند. هیچ کس در این دنیا جاودانی نیست. ما همگی چند ده سال در این عالم پیر مهمانیم و چی باید کرد که این مدت را سزاوار و ارزنده پشت سر کنیم. یگان لحظه را از این ساعتها و روزهای قیمت بها بیهوده نگذرانیم. دائما اندیشه‌های بزرگ و دلبستگی‌های حقیقی داشته باشیم. انا به این سوال جواب یافتن ممکن است از این کتاب، ولی برای آن که به این همه نائل شویم تنها خریدن این کتاب و سرسری خواندنش کفایه نیست، باید آن را دستور عمل کرد. ما حتی گمان میکنیم که برای یک عائله یک تا این گونه کتاب داشتن کم است. این کتاب را خریدن یکی از باورترین خرید شما خواهد شد. باور کنید این کتاب را حتما مطالعه کنید، زیرا خود دیل کارنگی بر این باور است که 35 سال مقدم من خود را یکی از بدبخت‌ترین جوانان نیویورک حساب میکردم. آن زمان از فروش ماشین ها پیش در استفاده بوده بارکش برای خود قوت لایمود پیدا می نمودم. من نه در باره مکانیزم و نه در سیستم ماشین ها به سود می گذاشت تصوراتی نداشتم و برای فهمیدن آن کوشش هم نمی کردم. سببش در آن بود که کسب خود را دوست نمی داشتم. بغیر از این در خانه اجاری پر از نان خوراک برایم زندگی کردن خیلی نفرت آورد بود. تا هنوز به خاطرم هست که گالستوکم در میخ دیوار آویزان بود و پگاهی وقتی آن را میگان خوراک‌ها از تگ آن به 4 طرف میگریختند. هر بگاهی وقتی به کلبه سرطانهایم برمیگشتم از مایوسی و ناامیدی سرم به درد می‌درآمد. من از آن برآشفته بودم که آرزوهای وقتی در کالج تحصیل کردن پروریدم به دهشت تبدیل یافته بودند. مگر همینم زندگی است؟ میاندیشیدم من. کجاست آن دبدبه و نصرت درخشانی که از زندگی انتظار بودم؟ نخواد تمام حیات من به همین منوال گذرد. بیشتر میخواستم وقتی خالی داشته باشم تا کتاب خوانم و کتاب نویسم. در این بابت هنگامی در کالج خوندن آرزو میکردم. عمیق میفهمیدم که اگر این کار برای خودم نامعقول را ترک کنم چیزی را با این نمیدهم. آخر من هرگز آرزوی سرپل شدن را نداشتم. فقط میخواستم که حیاتم ذوق آور گذرد. خلاصه به یک قرار قطعی آمده تمام حیاتم را تغییر دادم و اینک 35 سال اخیر حیاتم خیلی ذوق آور و شیرین است. درباره دیل کارنگی مؤلف کتاب مشهوری آیین دوستیابی بود که برایتان بیننده عزیز معلومات دادیم. تا برنامه‌های دیگر به امید ادامه زندگی شاد و مسرور بمانید.